آنچه که خواهی برای خود. پنهان مکن ز خاطر ما ماجرای خود. درودی دوباره خدمت یکایک شما دوستان عزیز برنامه علامت سوال. بسیار خوشحال هستیم که در سه‌شنبه شبی دیگه باز در خدمت شما عزیزان هستیم، مستقیما از شبکه 107 پارس و استودیوی 107 پارس در لندن. خیلی ممنون و متشکر از اینکه باز هم برنامه خودتون رو انتخاب کردید. در 90 دقیقه آینده با شما عزیزان خواهیم بود و میخوایم در رابطه با موضوعات بسیار مهم صحبت کنیم و همچنین سوالات و نظرات شما عزیزان رو بشنویم. همونطور که میدونید برنامه علامت سوال به صورت پخش زنده است و میتونید این برنامه رو از طریق شبکه 107 پارس که بر روی ماهواره یاست هست تماشا کنید. همچنین از طریق اپ GLVیز هم میتونید وارد شبکه 107 پارس بشید و برنامه رو ببینید. اما اگر به هر دلیلی دسترسی به این دو راه ندارید، میتونید از طریق اینستاگرام و فیسبوک علامت سوال و یا اینستاگرام و فیسبوک 107 پارس و یا از طریق یوتیوب 107 پارس هم برنامه رو به صورت پخش زنده تماشا کنید. همچنین شما عزیزان میتونید وارد کانال تلگرام علامت سوال بشید. اگر وارد این کانال بشید، به غیر از این که دسترسی دارید به تمامی برنامه هایی که از پیش انجام گرفته، میتونید برنامه رو هم به صورت پخش زنده تماشا کنید. چجوری؟ از این طریق که بر روی لینکی که همین الان قرار داده شد در این کانال میتونید کلیک کنید و وارد یوتیوب 107 پارس بشید و برنامه رو به صورت پخش زنده تماشا کنید. اما چطور میتونید با ما در تماس باشید؟ از طریق شماره تلفن مخصوصی که میتونید مستقیما زنگ بزنید، به استودیو وصل بشید. البته از نیم ساعت در واقع دوم برنامه این تلفن باز خواهد بود. نیم ساعت اول برنامه تلفنی گرفته نمیشه، اما بعد از نیم ساعت اول میتونید مستقیما زنگ بزنید با شماره تلفن 2044 207 806 98 32. اما اگر میخواید به صورت نوشتاری و یا صوتی سوالاتتون رو بفرستید، میتونید از طریق اینستاگرام و فیسبوک علامت سوال، از طریق یوتیوب 107 پارس و همچنین از طریق اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و همچنین تلگرام هم با ما در تماس باشید. شماره تلفنی که مخصوص اپ تلگرام و واتساپ و همچنین وایبر هست من برای شما عزیزان میخونم: 2035 79 99 37 772. تمامی این راه ها باز هست که شما عزیزان بتونید خیلی راحت و سریع برنامه رو ببینید و با ما در تماس باشید. همچنین فراموش نکنید که اگر درخواست دعا دارید، چه برای خودتون، چه برای اطرافیانتون، عزیزانتون و یا حتی برای ایرانمون، میتونید برای ما بفرستید و در آخر برنامه برای یکایک شما عزیزانی که درخواست‌های دعاتون رو فرستادید در دعا خواهیم بود. یک بار دیگه با هم بریم راه‌های ارتباطی با برنامه رو ببینیم، برمیگردیم و با مهمان عزیزمون با شما خواهیم بود. بله دوستان، بعد از دیدن راه‌های ارتباطی همونطور که خدمتتون گفتم مهمان بسیار عزیز و دوست داشتنی داریم. خواهر لویز عزیز با ما هستن امشب از طریق اسکایپ.
خواهر لویز جان خیلی خیلی خوش آمد میگم بهتون و خیلی خوشحال هستم که باز هم دعوت ما رو پذیرفتید و اینکه از این طریق میتونیم شما رو ببینیم و مطمئنا باز هم از صحبت‌ها و آموزش‌های شما برکت بگیریم. مرسی سالی جان. اولا سلام خدمت شما و همینطور بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم، این افتخار رو دارم که امروز همراهی شما رو تو این برنامه داشته باشیم. بذارید قبل از این که بریم سر اصل مطلب، تصویری رو که از صبح جلوی چشممه خیلی دوست داشتم امروز برای بینندگان عزیز بگم و حقیقتاً زیر پوشش بگیرم این قضیه رو. از صبح یه فکر یک پرنده بزرگ مثل عقاب همینطور که بالهاشو باز کرده جلوی چشمم هست و سایه‌ای که انداخته و واقعا از صبح دعای من این بوده که خداوندا حقیقتا فرزندان خودت رو زیر پوشش بالهای خودت بگیر و دعای من امروز برای شما، برای همینطور بینندگان عزیز اینه که زیر پوشش اون سایه بالهای خداوند بیاییم و اونجاست که امنیت و شادی خواهیم داشت. آمین آمین. خیلی ممنون. مرسی خواهر لویز جان. شما هر دفعه میان یه سورپرایز دارید برای ما و با یک یعنی اصلا کلا برنامه رو با این برکت دادن ها شروع میکنیم. واقعا خدا رو شکر برای وجودتون. مرسی خواهر لویز. خواهر لویز جان، موضوعی هم که انتخاب کردین امشب به نظر من بسیار موضوع مهمی هست و در رابطه با زره پوش کامل خداوند و یا اسلحه کامل خدا. من باید اقرار کنم که شاید به هر حال موضوعی که قرار صحبت بشه، من به شخصه تا قبل از این که حالا با مسیحیت آشنا بشم، تا زمانی که به هر حال با این آیات در افسوسیان آشنا بشم، اصلا تا به حال چنین چیزی به گوش من نرسیده بود که اینکه جنگ ما با گوشت و خون نیست و به هر حال اشاراتی که میکنه که مطمئنا خواهیم خوند از این آیات و شما هم برای ما این مسئله رو باز میکنید. پس به نظرم واقعا خیلی مهم هست که عزیزان همین رو بشنون. شاید الان حتی یک نفر هم باشه که تا به حال به این آیات برخورد نکرده باشه و اصل قضیه رو ندونه و خیلی خوب هست ما حتی به عنوان یک ایماندار هم دائما این رو به یاد بیاریم، چون ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از تناقضات هست، پر از جنگ و ستیزها هست و پر از مشکلات و حتی نفرت و کینه و خیلی چیزای دیگه. پس بدونیم که باید چی کار کنیم و واقعا جنگ ما با چی هست و باید چجوری در این جنگ جلو بریم. کاملا موافقم باهاتون سالی جان، خیلی به جا گفتید. البته مطلبی هستش که همونطور که گفتید در جمع کلیسایی مطلب آشناییه و اغلبم اینطور فکر میکنیم که خب این یک تمثیل و یه چیز سمبولیکه، در حالی که اینطور نیست. واقعیت امر اینه که ما تمام مدت 24 ساعته باید ملبس به این چیزایی که امروز صحبت میکنیم، ملبس به این زره در واقع باشیم، به این اسلحه روحانی در واقع. چون اگه یه جا یه سوراخی باشه دشمن آماده است، میبلعه، میزنه. همینطوره. خواهر لویز جان اجازه میدین که من فکر میکنم که خوب هست که ما اول آیات رو بخونیم که اگر عزیزانی هم باشن که حالا آشنایی نداشته باشن یا به هر حال حتی دوستانی هم که آشنایی دارن ولی مهم هست که این مسئله تکرار بشه و بدونیم که قرار هست راجع به چه مسائلی صحبت بشه. اگه اجازه بدید من بخونم آیات رو. حتما. بله، در افسوسیان باب 6 آیات 10 تا 18 اگه اجازه بدین من برای شما عزیزان میخونم. در خاتمه از شما میخواهم که از قدرت عظیم خداوند در درون خود نیرو بگیرید و زورآور شوید. خود را با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه‌ها و نیرنگ‌های شیطان ایستادگی نمایید. بدانید که جنگ ما با انسان‌ها نیست، انسان‌هایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می‌جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می‌کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمانروایان شرور تاریکی. بلی،
جنگ ما با اینهاست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی می‌کنند. بنابراین از یک سلاح‌های خدا به هنگام حمله دشمنتان شیطان استفاده کنید تا بتوانید حمله‌های او را دفع نمایید و در آخر بر پایهای خود محکم بایستید. اما برای این منظور کمربند محکم راستی را به کمر ببندید و زره عدالت خدا را در بر نمایید. کفش انجیل آرامش بخش را به پا کنید تا به همه جا رفته پیغام انجیل را به همه اعلام نمایید. سپر ایمان را نیز بردارید تا در مقابل تیرهای آتشین شیطان محفوظ بمانید. کلاه خود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روح را که همان کلام خداست به دست گیرید. همیشه دعا کنید. در دعا از خدا آن چیزهایی را بخواهید که مطابق خواست روح القدس است. مسائل و نیازهای خود را به او بگویید و برای همه ایمانداران با اشتیاق زیاد و جدیت دعا کنید. آمین. بله، ممنونم سالی جان، این متن رو خوندید. پولس رسول قبل از اینکه اینها رو توضیح بده، اگه دقت بکنید، البته اینم بگم که باب بندی ها، این فصل بندی ها بعدها انجام شده، اینها به شکل نامه نوشته شده بوده و در اونجا در باب 5 ما میبینیم که آخرای باب 5 در مورد زندگی روحانی داره صحبت میکنه. بعد ادامه میده که قبلا شما در تاریکی بودید اما الان فرزندان نور هستید. اون وقت میاد در مورد روابط اعضای خانواده صحبت میکنه، در مورد غلامان، آقایان که رسم اون زمان بود. خلاصه همه چیزو به خصوص حالا اون مطلب جنجالی محبت و اطاعت بین زن و شوهر، این هاست که نکته تاکیدش بوده در این نامه. اون وقتی که اینها رو توضیح میده در مورد اسلحه روحانی، وقتی میخواد شروع کنه تو ترجمه قدیمی میگه و خلاصه، و شما الان خوندید که بالاخره یا تماما، در نهایت، در خاتمه، داره اون کلمه ای رو که اینجا پولس استفاده میکنه، کلمه خلاصه، یا داره جمع میگه، در واقع داره حرفاش جمع بندی میکنه و تشویق میکنه به قوی شدن در خداوند. به خصوص اونجا که میگه که جنگ ما با خون و جسم نیست، داره رسما میگه ما با قوایی که به چشم نمیبینیم، با انسانها نیست که خون و جسم باشه ما بزنیم و ببینیم. چیزهایی هست که ما به چشم نمیبینیم. بنابراین اگر اینها مسائل روحانی هستن، بس باید با ابزار و اسلحه روحانی باهاش بجنگیم. جنگ جسمانی با ابزار جسمانیه، جنگ روحانی با ابزار روحانی هستش. کلید درک این اسلحه های روحانی در زورآور شدن در قوت و توانایی خداونده، یعنی در توانایی من نیست، در زورآور شدن در توانایی خداونده. میگه اسلحه کامل رو، اون زره کامل رو، اون خود، اون پوشش کامل رو بپوشید. کلمه پوشیدن رو استفاده میکنه. پوشش ما میدونیم برای پوشاندن عریانیه، برای حفاظت از سرما و گرما، برای مناسبت‌های مختلف، برای مقام‌های مختلفه، برای حفاظت از خطره. این اسلحه پیشنهادی پولس یه اسلحه روحانیه برای مقاومت با حیله‌های شریر، با قوای تاریکی. این رو به یاد داشته باشیم که این اسلحه برای مقاومت در مقابل این قوا به ما داده شده. این پوشش در کشتی گرفتن با ریاسات و قوات و جهانداران تاریکی و فوجهای شرارت در حیطه آسمانیه. یعنی این پایین نیست که من ببینم بزنم، حالا حتی هم بگم به چشم دیده نمیشه این جلوه، شما فرض کنین جلوه، نه، این در حیطه آسمانیه. بنابراین ما شدیداً به این اسلحه و پوشش نیاز داریم که بتونیم مقاومت بکنیم. چرا؟ اگه دقت بکنید در قبل از اینکه اسم ببره میگه که بایستید، در کلمه ایستادن رو استفاده میکنه. ببینید تمام قطعات این زره روحانی
چیزیه که خدا از طرف خدا به ما داده شده، از خداست، متعلق به خداست. حقیقت، عدالت، انجیل، ایمان، نجات، همه اینها هدایای خدا بوده به قومش برای دفاع و حفاظتشون. همه این اسلحه هایی که شما خوندید، اسم بردید، به غیر از شمشیر که اسم میبره روح میگه کلام خداست، در طبیعتشون همشون دفاعی هستن. همه اونها طوری طراحی شدن که ما رو کمکمون کنن در مقابل نقشه های پلید شریر ما بایستیم و مقاومت بکنیم. ببینید اولین اسلحه میگه کمربند و کمربند راستی رو اسم میبره. این اولین اسلحه تو لیسته، چون که بدون راستی یا حقیقت من و شما گم شده یا بازنده ایم در این جنگ و شریر ما رو مغلوب خواهد کرد. میگه کمر خود را با حقیقت ببندیم، با راستی ببندیم. مسیح در یوحنا 14:6 چی میگه؟ من با این آیه ایمان آوردم، این شهادت زندگی من. این آیه میگه من راه و راستی و حیات هستم. بس ببینید تنها از طریق اوست، از طریق این حقیقت، از طریق عیسی است که ما به پدر دسترسی داریم. بنابراین حقیقت، راستی مهمترین عامل در زندگی مسیحی‌ها. بدون راستی هیچ کدوم از این اسلحه ها اون کاربرد واقعی رو نداره. در زمان پولس کمربند سربازان رومی فقط چرم ساده نبود، یه چرم ضخیم و کلفت بود که روش یه نوار کلفت فلزی هم جاسازی کرده بودن که تو اون شمشیر رو بعضی از اسلحه های دیگه کوچیک رو به اصطلاح جا میدادن و همینطور هم یه تیکه فلزی جلوش آویزون بود که برای حفاظت سرباز طراحی شده بود. ما این بخوایم نمونه بیاریم، این وزنه بردارا رو نگاه کنید، برای بلند کردن وزنه‌های سنگین اینا کمربند کلفت قوی رو استفاده میکنن، محکم به خودشون میبندن که اون سنگینی وزنه صدمه به اعضای داخلی شخص ورزشکار وارد نکنه. کمربند مهمه، اون مخصوصا کمربند حقیقت، راستی. کمربند راستی شمشیر روح رو در خودش نگه می‌داره. این شمشیر در کمربند جاسازی میشد. راستی حقیقت محضه، حقیقتی که قابل شناخته، حقیقتی که آزاد کننده است. میدونیم در یوحنا 8:32 میگه حقیقت رو خواهید شناخت، حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. کمربند حقیقت، کمربند راستی یک وسیله دفاعی مهمیه برای حفاظت اعضای درونی ما در مقابل دروغ‌ها و حملات شریر تو زندگی روزانه ما. دومین اسلحه‌ای که اسم میبره اون سینه پوش عدالت، جوشن عدالت، زره عدالت. میگه این رو دربر کرده بایستید. این برای ایستادن، برای مقاومت. اون جوشن یا سینه پوش که در واقع حفاظه، وسیله دفاعی قسمت قفسه سینه، قلب، اندامهای شکمی ما هست. ما سینه پوش عدالت رو میپوشیم. سربازای رومی این یه فلزی بوده، این رو مثل یه بلوز فلزی که تا به باسنشون میرسید اینو میپوشیدن. این سینه پوش در واقع سرشونه هاشون و قلب و ریه و اندام های از کمر به بالا رو محافظت میکرد، چون که اگه گرچه سپر رو به دست میگرفتن ولی سپر نمیتونست اینها رو، یعنی برای حفاظت اینها کافی نبود. حالا چرا سینه پوش عدالت؟ در واقع عدالت چیه که باید با اون سرشونه و سینه پوش و به قول معروف قلب ما رو بپوشونه؟ عدالت در واقع این که در جای درست، در رابطه با خدا ما قرار داشته باشیم. احکام و فرامین خدا همش عادلانه است. عادل کسیه که عدالت رو به جا میاره. در اول یوحنا 2:29 میگه که هر که عدالت رو به جا آورد از وی تولد یافته است. نقطه مقابل اون بی‌عدالتی گناهه و گناه ضد عدالته. برای اینکه عادل باشیم باید قوانین محبت خدا رو ما اطاعت بکنیم. در ارمیا 23:6 میگه، آخر آیه میگه اسمی که به آن نامیده میشود این است: یهوه صدقینو، یهوه عدالت ما. ما عدالت یهوه رو در واقع، عدالت خدا رو به عنوان سینه پوش میپوشیم و در این مورد باید منتم و مطمئن بشیم که همیشه این پوشش رو قلب و روی اندامهای شکمی ما
هستش. ما در رساله عبرانیان، در رساله رومیان میخونیم که ایمان ابراهیم براش عدالت محسوب شد. بین ایمان و عدالت یه رابطه مستقیمه. ایمانی که جنبش نخوره و نلغزه، ایمانی که اعتماد کامل داره بدون اینکه قدم بعدی رو بدونه قدم برمیداره، این ایمان اطاعت بی قید و شرط میکنه. عدالت محسوب میشه این اطاعت براش. ما با اطاعت از کلام خدا، از احکام خدا، در واقع عدالت رو میپوشیم و به این هر روزه ما در تصمیم گیری های زندگیمون، در انتخابامون احتیاج داریم. بدون سینه پوش در واقع ما با گارد باز داریم میریم به استقبال مرگ. بدون حفاظ نسبت به اون قسمت اصلی بدن ما خواهیم بود. یعنی هر تیری، هر حمله، هر چیزی دشمن بیاد به قلب و به وجود ما میشه. بدون عدالت ما خودمون رو نسبت به مرگ باز میذاریم. بس عدالت در واقع سینه پوش عدالت حیله های شریر رو برای ما بی نتیجه میکنه. عدالت در واقع میتونم بگم که باعث ارتقای یک ملت میشه. در امثال 14:34 میگه عدالت قوم را رفیع میگرداند، اما گناه برای قوم عار است. ببینید سومین چیز، نعلین استعداد انجیل سلامتی یا کفش، نعلین میگه. حالا کفش این در هزاره نو میگه کفش آمادگی برای اعلام انجیل صلح رو به پا بکنید. نعلین یا کفش یا صندل، اینها جزء اجزای لباس به عنوان لباس برای زره ضروری هستن. کفش چه قدیم چه امروزه، بیشتر از اینکه وسیله مد باشه، یه وسیله برای حفاظت از سنگ، شیشه، وسایل تیز، زمین سخت، سرما، گرما، برای راحت راه رفتن، برای جلوگیری از سر خوردن. اینجاست که کفش رو جزء اسلحه داره به کار میبره. چطور کفش میتونه اسلحه باشه؟ خود پولس نمونه بزرگی از این نظر بوده. پاهاش با این پوشش مستحکم بود، لغزش نمیخورد و آماده حمل انجیل بود به همه نقاط دنیا. یه سرباز هر چقدر تمام زره رو بپوشه، کفش به پا نداشته باشه، بدون کفش به جنگ نمیره. کفش سرباز جزء ملزومات مهم میشه. آیا شما تا حالا سربازی رو دیدید که مجهز به همه چی باشه و ولی کفش باش نباشه؟ خب با این کفش بدون کفش مستقیم به سوی مشکل و خطر داره میدوره. با پای برهنه جنگیدن خودش درد تولید میکنه. آشغال، سنگلاخ، اینا هیچ کدوم بی درد نیستن، مگر اینکه دیگه زمین جنگ رو به قول معروف انقدر صاف و آماده بکنن که همچین چیزی اصلا غیر ممکنه. بس بنابراین کفش باعث میشه ما راه بریم بدون اینکه فکر ما یه مزاحمت فکری باشه که وضعیت زمین چطوره. تمام تمرکز یه سرباز باید رو نحوه جنگیدن باشه، نه رو کفشش. پس انجیل به معنی خبر خوشه، خبر خوش سلامتی و شالوم خدا، سلامتی ما با خدا و سلامتی ما با هم دیگه. برای همینه که میگه که در اشعیا 52 میگه چه زیباست، در رومیان 10 اینو میگه، پایهای آنانی که به سلامتی بشارت میدن و به چیزهای نیکو مژده میدهن. آمین. خیلی ممنون. مرسی خواهر لویس جان از توضیحاتی که دادید. پس در واقع زره پوش عدالت، اگر من اشتباه نکنم و از صحبت‌هایی که شما گفتید متوجه شدم که در واقع حفاظت از قلبمون هست. وقتی که صحبت میشه که من این بود که اشاره‌ای که کردم، این که معمولاً توی دنیای اطراف ما این صحبت نیست که برفرض چی میگن اگر فلان کس یا فلان اتفاق برات افتاد تقصیر اون نیست، تقصیر نیروهای مثلا حالا شیطانی یا مسائل دیگر، یا اینکه جنگ ما با خون و پوست و گوشت نیست. ولی خب وقتی ما به این قضیه در واقع واقف بشیم و متوجه بشیم، حتی قلب خودمون رو میتونیم محافظت کنیم، محافظت از کینه، از دشمنی، از به هر حال حتی قضاوت کردن. و وقتی که ما بدونیم که حتی اگر شخصی به هر دلیلی داره در حق من گناهی رو مرتکب میشه، ظلمی رو مرتکب میشه یا مسئله دیگه هست، همونی هست که مسیح از ما میخواد که برای دشمنانتون برکت بطلبید یا اینکه براشون دعا بکنید. چرا؟ چون که جنگ ما با اونها نیست، با اون گوشت و خون و پوست نیست، بلکه با نیروهایی هست که حتی شاید اون شخص هم خودش ندونه ولی تحت تاثیر این به هر حال نیروهای بد و شریر قرار گرفته. بریم با هم یک تنفس کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم و بحثمون رو ادامه میدیم.
بله دوستان عزیز، بیننده برنامه علامت سوال هستید. همراه با خواهر لویز عزیز با شما عزیزان هستیم و در ارتباط با اسلحه روحانی، اسلحه کامل خداوند و یا زره پوش کامل خداوند داریم صحبت میکنیم از افسوسیان 6. دوستان عزیز، شما عزیزان رو هم تشویق میکنم که در این مورد فکر کنید و اگر سوالی دارید، نظری دارید، صحبتی و یا تجربه‌ای دارید حتما با ما در میون بگذارید. البته بعد از اینکه نیم ساعت اول برنامه به اتمام رسید حتما به سوالات و نظرات شما عزیزان خواهیم پرداخت. خواهر لویز جان، در خدمت شما هستیم در ادامه صحبت ها. اسلحه میگه بر روی این همه سپر ایمان رو بکشید که بتونید تمامی تیرهای آتشین شریر رو خاموش کنید. اسلحه هایی که تا حالا اسم بردیم، اون ستای قبلی، اینا پوشیدنی بودن، باید پوشیده میشد، اما سپر رو باید بالا نگه می داشتن. پوشیدنی نیست سپر. اون سپر سربازای رومی علاوه بر بزرگ بودنش محدب بودن، اینطور برآمده بود از بیرون که تیرها رو در واقع کمانه به عقب میداد، بر میگردون و در وسطش هم یه دکمه فلزی بود که خیلی همچین تیز بود، برآمده بود که خود همین باعث میشد که این وسیله دفاع سپر به اصطلاح مؤثرتر باشه و دشمن رو حتی اگر نزدیک بشه بتونن حتی با اون نوک چیزش به اصطلاح اونم بتونن زخمی بکنن. ببینید ایمان ما یک مانع حفاظتیه، یک حفاظ برای وجود ما بین ما و حیله های شریر. سپر سرباز هم برای هول دادن دشمن به عقب بود، هم برای حفاظت خود سرباز از سم و تیرهای آتشین. قبلا الان مثل الان نیست که با چیزای چی میگن اسلحه های خیلی مدرن و اینها به اصطلاح سپرشون رو، چون تیرها رو تو آتیش، دشمن آتیش میزد تیر رو و پرت میکرد به طرف اینها و این سربازای رومی قبل از اینکه به جنگ برن تو اون قسمت خط اول، سپرشون اول میکردن تو آب فرو میکردن، چون اینکه وقتی که اون تیرهای آتشی میومد به طرف اینها، چون سپر خیس بود خیسی خاموش میکرده. اینجاست که پولس میگه تیرهای آتشین دشمن رو خاموش بکنید، منظور یه همچین تصویری رو میگه. ببینید ایمان چی کار میکنه، ایمان چی میگه. ما در عبرانیان 11 آیه 1 در مورد تعریف ایمان میبینیم که ایمان مثل سپر ما رو محافظت میکنه، همون کاری که خود سپر میکنه. سپر محافظت میکنه، ایمان هم ما رو محافظت میکنه. سپر اون تیری که از جلو داره میاد، چون خیسه، چون فرو شده تو آب، خنثی میکنه آتش دشمن رو. شریر تیرهای ترس، دروغ، شک، تشویش و خودتون میتونید یه عالم اسم ببرید از اینجور تیرها به طرف ما مرتب داره پرتاب میکنه. ما با ایمانه که میتونیم قلب و فکر خودمون رو محافظت بکنیم، ایمان رو به وجود ما بکشیم. میگه بر روی این همه سپر ایمان رو بکشید. وقتی سپر ما پایینه، این تیرها کارساز میشن. با ایمان ما با این تیرها مقابله میکنیم. ببینید سپر تیر رو از قوت میندازه. سربازای رومی یه روشی رو ابداع کرده بودن که خاص سربازای رومی بود که اینها در مقابل تیرهایی که از هوا به اینا پرتاب میشد سرشون رو محافظت میکردن. اینها میومدن در قسمت جبهه جنگ یک حلقه، یک دایره بسیار وسیعی میزدن، از دور و از درون تمام سربازا پر میکردن اونجا رو. اون وقت اونهایی که در خط اول بودن دور تا دور سپرها رو اینجوری صاف به هم ملحق میکردن، متصل میکردن و اونایی که تو وسط بودن این سپرها رو از بالا مثل سخت بالا سر خودشون میگرفتن. سپرها رو با ملحق کردن سپرها حفاظ ایجاد میکردن و سرشون آسیب نمیدید. چقدر خط دفاعی قوی نقش بزرگی داره. اگر من و شما سپرهامون ما به همدیگه متصل بکنیم در مقابل دشمن اصلی که جبهه متحد داشته باشیم. ما ایمان از همه وجود ما، از تمامیت ما محافظت میکنه. سلاح دیگه‌ای که پولس رسول اسم میبره خود نجات، کلاهه. اون کلاه خوده
میگه اینو برداریم. کلاه خود در جنگ برای محافظت از سر، از مغزه که وسیله دفاعی بسیار مهمی برای شخص جنگنده است. ببینید کلاه خودها رو اون موقع، الانش هم همینطور، سربازا اغلب میبینید که از فلز ساخته میشه که از ضربات وارد به سر و مغز محافظت میکنه. اینو طوری طراحی شده به سربازای رومی که تا به سر این قسمت ابروشون میرسید از بالا و از طرفین قسمت گیجگاهی و اینا رو به اصطلاح زیر پوشش میگیره و از پشتم یه تیکه اضافه داشت قسمت گردن رو محافظت میکرد. اگه همه زره تمامیتش پوشیده میشد و سر برهنه میمون، هیچ کدوم از این ابزارهایی که اسم بردیم فایده ای نمی داشت، چون که سر مغز رو در خودش جا میده. فرمانده بدن مغزه، حفاظتش خیلی مهمه. اطمینان از نجات ما رو در مقابل هر حیله و تله شریر که فقط نجات ما رو مورد هدف قرار داده محافظت میکنه. این کلاه خود نجات در واقع از نجات ما دفاع میکنه. وقتی نجات پیدا میکنیم ما کار تموم نشده، این نجات رو باید هر روزه محافظت بکنیم. فیلیپیان 2 آیه 12 پولس میگه نجات خود را با ترس و لرز به عمل بیارید. یعنی خیلی مواظب باشید. این مغز مرکز تفکر، احساسات، اراده آزاد، عادتها و خیلی کاربردهای دیگه ای داره. نجات ما رو وارد حیات ابدی میکنه. این کلاه خود همیشه باید به سر ما باشه، حتی تو خوابمون. من اغلب شبا برای خوابم دعا میکنم، میگم خداوند این باشه اینجا، اصلا نمیخوام کابوس ببینم، نمیخوام هیچ چیزی از طرف فکر خواب که بی‌دفاع هستم به من حمله بشه. ببینید این کلاه خود باید همیشه به سر باشه تا تیرهای آتشین شریر که افکار مسموم و مخربه و مرتب سعی داره بندازه تو فکر ما، اونو ما محافظت بکنیم، در مقابل اون دفاع کنیم. در واقع پولس رسول به ما میگه که خیالات هر بلندی رو که خودشون مخالف معرفت خدا بلند میکنه ما اینو به زیر بیندازیم، به هر فکری رو به اطاعت مسیح بیاریم. 1009 این آیه رو خیلی قشنگ ترجمه کرده، میگه ما استدلال ها، هر ادعای تکبر آمیز رو که در برابر شناخت خدا قد علم میکنه ویران میکنیم و هر اندیشه ای رو به اطاعت از مسیح میاریم. ما از طریق نجات در واقع از طریق تازگی ذهن ما مغز ما رو که مرکز تفکر ماست در واقع محافظت میکنیم و شستشو میدیم در واقع این رو هر روز در پوشش کلام خدا میاریم. نجات ما با ارزشترین سرمایه زندگی ماست و پوشش کلاه خود هر روزه از این سرمایه مهم دفاع میکنیم. بریم سراغ آخرین اسلحه که میگه شمشیر روح را برداریم. این تنها وسیله تهاجمیه، تنها وسیله‌ایه که اینجا خونین‌ترینه در واقع وسیله زره هستش. هدف و کارکرد اصلی شمشیر فقط و فقط برای زخمی کردن، برای کشتن، برای دفاع از خود، برای بریدنه. میگه شمشیر روح. این شمشیر روح چیه؟ پولس رسول قشنگ میگه شمشیر روح را که کلام خداست بردارید. ما در عبرانیان 4 آیه 12 میخونیم، میگه زیرا کلام خدا زنده، مقتدر و برنده تر از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیت‌های قلب، یعنی تشخیص دهنده، تمیز دهنده و نیت‌های قلب. ببینید شمشیر هم نوکش هم دو لبه‌اش تیز ساخته میشه برای اینکه مؤثرتر فرو بره و بکشه، ضربه بزنه. شمشیر روح که کلام خداست میگه دودمه است تا بتونه به قلب من و به قلب طرف مقابل وقتی بیان میکنم نفوذ بکنه، نفوذ مؤثر داشته باشه. جایی که مرکز ایمان ماست، جایی که انگیزه و احساسات و تفکرات دل ماست، دل ما، اون در واقع این شمشیر روح محافظت میکنه اون رو. روح القدس از قدرت کلام برای نجات استفاده میکنه، قوت روحانی میده که شخص در اون روند بلوغ روحانی قرار بگیره. ما هرچه بیشتر کلام خدا رو بدونیم، بیشتر در مقابل این حیله ها و وسوسه ها و تله های شریر میتونیم بیستیم. واقعیت امر اینه سالی جان، یک واقعیتی رو میخوام بگم هر چقدر تر.
اگر خوندن کلام خدا، ماندن در حضور خدا دیدگاه ما رو، واقعیت های ما رو عوض نمیکنه، پس ما کتاب مقدس رو درست نمیخونیم. خوندن کلام خدا باید برای ما در زندگی ما تغییر ایجاد بکنه. ببینید شمشیر در دست یه شخص ناآزموده، یه کس بی تجربه، یه وسیله مفیدی نیست، شاید خطرناک تا مفید، ولی در دست یک سرباز ورزیده، یک ایماندار که در حضور خدا، در دعا و در کلام خدا خودش رو تقویت میکنه، یک وسیله نافع و بسیار کشنده و موثره. با این آیه تموم بکنم که آخر این آیه میگه که با دعا، این در واقع فنون رزمه، میگه با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید. پس این اسلحه روحانی فقط برای من نوعی نیست، برای همه هست، من برای اونها برای من. و این آیه خودش رو توضیح میده، میگه به جهت همه مقدسین بیدار باشید. در خاتمه حقیقتا اینه، ما باید نور و نمک باشیم، ما باید مؤثر باشیم. باید ببینید اگه یه سرباز وسط جنگ مثلا دشمن داره به طرفش میاد، یا آماده نباشه دنبال کفشش باشه، یا مثلا دنبال زره خودش باشه، یا نمیدونم دنبال شمشیرش بگرده، واقعا باید همه این اسلحه هایی رو که اسم بردیم همش رو بپوشیم، نه اینکه یکی رو بپوشیم حالا بگیم امروز نوبت اینه فردا نه. تمام مدت به نظر من 24 ساعته، نه نظر من، فکر کنم همه متفق قولیم در این مورد که لازم هست ما این اسلحه روحانی رو تمام و کمال همیشه بپوشیم. و حقیقتا حیله ها شما اسم بردید، گفتید، نمیدونیم در دنیای بسیار کثیف و شریری داریم زندگی میکنیم که از همه جا داریم بمباران میشیم، از دل، از فکر، از جسم، از روح و جان و روان ما، همه جا مورد بمبارانه. جوابش موندن، پوشیدن این اسلحه کامل روحانی. همینطور واقعا خواهر لویز جان، وقتی که اشاره کردید دقیقا همونطور که شما گفتید، مهمی نیست که چند بار این آیات خونده شده باشه، حتی اگه من حفظ هم باشم، ولی چقدر اینا رو دارم به هر حال تمرین میکنم و یاد خودم میندازم و نوع زندگیم رو باهاش وفق میدم و انجام میدم. وقتی که گفتید یه سرباز وسط جنگ نمیدوه دنبال زرهش یا به هر حال پوتینش یا اون سپرش یا شمشیرش، چون اون سرباز آموزش دیده، اون سرباز یاد گرفته که برای نجات جونش باید این کار رو بکنه، اول از هر چیز برای نجات جونش و بعد هم برای به هر حال وظیفه‌ای که قرار هست و داره که انجام بده و جنگیدن هست. و همونطور که شما گفتید خیلی مهم هست که ما اینو روزانه به یاد بیاریم و تمرین کنیم و انجام بدیم که یه دونش جا نمونه، که به قول شما و همونطور که در کلام هم میخونیم، چون اگر کوچکترین روزنه‌ای باز باشه، شریر با من و شما رو دربایستی نداره و خیلی راحت از اون روزنه استفاده میکنه و بدترین شرایط رو به وجود میاره که حالا ساده ترینش رو شاید به زبون آوردیم، یأس، ناامیدی، حتی خیلی خیلی غم، خیلی مسائل دیگه که در زندگی ما ممکنه به وجود بیاد که میتونه شرایط خیلی بد و وخیمی رو برای ما به وجود بیاره. خیلی ممنون خواهر لویز عزیز. مطمئن هستم که دوستان عزیز ما هم نظراتی دارن، سوالاتی دارن و دوست داریم که از شما عزیزان هم بشنویم. بعد از یک استراحت کوتاه برمیگردیم و با سوالات و نظرات شما عزیزان در خدمتتون خواهیم بود.
دوستان عزیزم، در خدمت شما هستیم با برنامه علامت سوال. اما از همین الان تلفن برنامه هم باز هست. خوشحال میشیم که از شما عزیزان بشنویم. شما هم میتونید از طریق شماره تلفنی که مختص تلفن زدن هست و به استودیو وصل شدن هست میتونید در تماس باشید و سوالاتتون رو مطرح کنید. اما همونطور که خدمت شما عرض کردم، از طریق راه‌های مختلف در تماس میتونید باشید و اینکه سوالات، نظرات، شهادت هاتون رو حتی با ما در میون بگذارید. اما برای درخواست های دعاتون هم میتونید به ما اعتماد کنید و درخواست هاتون رو بفرستید و در آخر برنامه برای یکایک شما عزیزان در دعا خواهیم بود. خب بریم سراغ عزیزانی که نظراتشون رو فرستادن و همچنین سوالاتشون رو. آقای مهران گفتن که زره کامل روحانی تقدیم به عاشقان خدا، کمربند حقیقت را به کمر خودم و عزیزانم میبندم. به راستی در قلب ما راغب هستی، پس حکمت را در باطن ما بیاموز. به وسیله خودت هر نوع گناه ناراستی و فریب شیطان در زندگی ما آشکار کن. خداوندا توبه میکنیم بابت هر آنچه که از تو نبود و ما انجام دادیم. از تو میخواهیم که ما رو ببخشی و بیامرزی. جوشن عدالت نیک مطلق را به تن می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که عیسی مسیح عدالت ماست و خون او ما را از همه گناهان پاک کرده. بنابراین احساس محکومیت با هر گناه تصفیه شده را رد می‌کنیم. نعلین آمادگی صلح انجیل را به پا می‌کنیم و اعلام می‌کنیم چون به وسیله خون عیسی مسیح تبرئه شده ایم، بین ما و خدا صلح ایجاد شده. طبق کلام خدا بر ضد ما نیست. تمام وجود خودم و عزیزانم رو با سپر ایمان میپوشونم، چون ایمان به پسر خدا بر دنیا چیره و تیرهای آتشین شیطان را فرو مینشاند. کلاهخود نجات بر سر خودم و عزیزانم میگذارم تا نجاتی که به وسیله مرگ و قیام عیسی فراهم شده افکار و خیالات ما رو در بر بگیره. شمشیر روح رو بر می‌داریم و از روح القدس می‌خواهیم که شمشیر خود را بر لب‌ها و افکار ما بر علیه دشمن به کار ببرد. در نام عیسی مسیح هر نوع اتکا به قوت انسانی را رد کرده و خودمان را در خداوند و نیروی عظیم و قدرتمند او اعلام می‌کنیم. هر کسی برای ما دعا می‌کند که در نام عیسی مسیح نیست رد می‌کنیم و اعلام می‌داریم که زیر پوشش و اقتدار عیسی مسیح هستیم. خودم و عزیزانم را زیر پوشش خون عیسی مسیح میآورم و صلیب عیسی مسیح را گرداگرد خودم و عزیزانم میگذارم. در نام عیسی مسیح با شکرگزاری میطلبیدم و با ایمان دریافت کردم. آمین آمین. مهران عزیز خیلی ممنون، مرسی از دعایی که کردید، هم برای خودتون و هم برای تک تک ما و بسیار دلنشین بود. خواهر لویز جان، در رابطه با صحبت‌های آقای مهران شما نظر و صحبتی دارید؟ این دیگه زیبایی، اون تزیین کامل کیک بود. به این زیبایی، به این قشنگی منم آمین میگم به دعای شما مهران جان. فوق‌العاده فوق‌العاده و میپوشم این چیزی رو که گفتید، خودم میپوشم این رو. مرسی، ممنونم از شما. بله بسیار برکت گرفتیم. دوست عزیز ما میترای عزیز سوالی پرسیدن، گفتن که در کتاب مقدس نوشته شده دولت‌ها، حکومت‌ها و پادشاهان را خدا برای هر کشوری انتخاب میکنه. آیا حکومت کنونی ایران هم خدا برای ایران تعیین کرده؟ سوال بسیار بوداری هستش اینجا، یه خورده ما رو تو عجل میندازن ایشون با این سوالشون میترا جان. واقعیت امر اینه که بله منظورم، بذارید اول توضیح بدم این قضیه رو. هیچ چیزی بدون اجازه خدا اتفاق نمیفته. ما در کتاب ایوب، همینطور در زکریا باز میخونیم، میبینیم و همینطور در اشعیا که خدا در زمانهایی حتی از قوای تاریکی، از شریر حتی استفاده میکنه برای انجام مقاصد خودش. من نمیخوام بگم حالا این از شریر بوده اون از خدا بوده، این رو میدونم که بدون اجازه خدا هیچ چیزی اتفاق نمیفته. فقط دولت ها و اینا نیستن. خدا حتی به پرندگان و به برگای درختها و موهای سر ما و بر هر چیزی بگی خدا خداست و حاکمیت کامل بر همه چیز داره. برای مقاصد خودش
خدا از هر وسیله استفاده میکنه و پیش میبره. من تا این حد توضیح بدم این قضیه رو. بله، خیلی ممنون. مرسی خواهر لویز عزیز از توضیحاتتون. آنایده عزیز هم ضمن عرض سلام و تشکر از برنامه گفتن که صلیب خود رو بردارید و پشت سر من بیایید رو لطفاً توضیح بدید. آناهید گفتید؟ بله. بله. آناهید جان، لزوما وقتی که در مرقس به خصوص این مسئله حمل صلیب که صحبت میکنه، لزوما صلیب به این معنا نیست که ما هم مثل مسیح 4 میخ به قول معروف مصلوب بشیم. منظور نفس ما در مقابل یه سری چیزها، در مقابل آنچه که بر ما واقع میشه. ببین، صلیب خود را برداشتن و خود را انکار کردن، روشی که پولس، من توضیح دادم، گفتم پولس از نظر آمادگی اعلان انجیل تا پای جان ما میبینیم و خود مسیح هم وقتی که بر زمین بود برگشت گفت من نیومدم تا بیام همه چیز زندگی یعنی خوب و خوش و راحتی رو برای ما وعده نداده. این زندگی که بر زمین داریم سختی ها هست، چیزها هست. آنچه که اینجا انگشت گذاشته انکار نفسه، به نفع دیگری، به نفع پیشبرد این انجیل، این مژده، این پیام شالوم خداوند. برای اینه که میگه که صلیب خودتون رو، ما گاهی وقتا به شوخی البته این مسئله رو میگیم اینم صلیب منه، نه، صلیب حقیقتا منظور انکار نفس خودمونه. من به نفع یکی دیگه. چطور مسیح میگه که هیچ کس نیست که جان خود رو در راه دوست خودش بده، اما من اومدم که جان خودم رو برای شما. ببینید، مسیح یه نمونه برای ما گذاشت در مورد انکار نفس تا پای حقیقتا صلیب، تا به کشته شدن، تا آخرین نفس رفت جلو به خاطر من و شما. چرا؟ برای اینکه آن چیزی رو که در انتها میدید، آنچه رو که پیش رو داشت، اون باعث شد که تحمل صلیب رو بکنه. ما هم اگر ایمان یک کس دیگه، نجات یک کس دیگه اونقدر برای ما مهم باشه که از دور اون رو ببینیم، حاضر هستیم هر سختی رو تحمل بکنیم که بتونیم به چی میگن کسی رو برای خداوند سید کنیم در این مورد. و اینم به شما بگم، انکار نفس، انکار چیز به این معنا نیست اجازه بدیم یکی رو ما راه بره. نه، حکمت در این مورد و این واقعا بیشتر مربوط به نجات جانها نسبت به سید جانها و انکار نفس برای نجات یه نفر دیگه ما حاضر باشیم از خودمون بگذریم. بله، خیلی ممنون. مرسی خواهر لویز جان. دوستان عزیز ما تشکر کردن از برنامه و همچنین فرزانه عزیز گفتن که ضمن عرض سلام گفتن که خداوند برکتتون بده. خیلی ممنون فرزانه جان، مرسی از اینکه بیننده برنامه هستید. و ربکای عزیز هم ضمن عرض سلام گفتن که سلام عرض میکنم خدمت خواهر لویز عزیز و خدا رو شکر میکنم برای وجودشون و برکت خدا رو برای خواهر لویز و کشیش فریدون عزیز میطلبم. آمین. خیلی ممنون. مرسی ربکای عزیز از اینکه بیننده برنامه هستین و خدا رو شکر برای تک تک شما عزیزان. فاطمه عزیز هم گفتن که روح القدس قوت و زره پاکی را در جسم و روح هم ملبس کن، نیازمند به این نیرو و قوتم. صلیبی که عیسی مسیح هم کرد درد و سنگینی و بار داشت که هم کرد، ولی پشت این درد در نهایت آزادی و پیروزی آمد. در این دنیای امروزی صلیب هایی هست که درد و نگرانی داره، ولی ما اعتماد به پدرمون عیسی مسیح و عیسی مسیح داریم و اعتراف میکنیم که و اعلام میکنیم که عیسی مسیح خدای زنده است. میپرستمت با تمام دل و جان و قلبم. شکر به تو پدر. آمین. خیلی ممنون. مرسی فاطمه جان و مرسی از این که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. صحبتی دارید در رابطه با صحبت فاطمه عزیز خواهر لویز جان؟ اگر نه من میتونم برم سراغ خیلی قشنگ گفتن. منم با ایشون متحد هستم در این دعا. خدا رو شکر که واقعا همچین عزیزانی اینطور با دلی خیلی راغب
کلام خدا رو گوش میدن و حاضر به اطاعت هستن. بله آمین، خدا رو شکر. از دل عزیز سوالی پرسیدن، گفتن که چرا عیسی مسیح فرمود بگذارید کودکان نزد من بیایند که پادشاهی خداوند به ایشان نزدیکتر است؟ آیا این نشانه سرشت پاک نیست؟ بله از دل عزیز، سرشت پاک برای بچه ها. باید بگم که ما بعد از سقوط، صدمه ای که به ما وارد شد، ما از نظر ذات، از نظر به اصطلاح سرشت، ما زیر لعنت رفتیم و فقط در مسیح هست آن حیات ابدی بر ما میشینه. اما آنچه که اینجا شما اشاره کردید، فکر کنم متی 18 هستش، در مورد جایی هستش که شاگردان مانع اومدن بچه ها پیشش هستن و مسیح برمیگرده میگه اینها رو مانع نشید، اینها ملکوت خدا متعلق به این کوچیکا است، برای اینکه ملائکه اینها روی پدر رو میبینن هر روز. و این مسئله این که کودکان درسته در وضعیت گناه به دنیا میان، هر بچه این گناه چون نسلا در نسل میره، از چی میگن، در وضعیت گناه به دنیا میان، ولی در اون معصومیت کودکی اینها هنوز گناه کردن رو یاد نگرفتن، در اون وضعیت هستن ولی هنوز گناه کردن رو یاد نگرفتن. اینجاست که ما اغلب میبینیم بچه ها وقتی میخوابن، مادرایی که بچهای کوچیک دارن، میبینی بچه تو خواب لبخند رو صورتشه یا نمیدونم داره یه حالتهایی تو خواب خود مشخصه که مغزش، وجودش مشغول یه چیز دیگه هست. یا اینکه ما میبینیم بچه ها وقتی که ما مسائل کتاب مقدس رو یا رابطه با خدا رو با اینا مطرح میکنیم، خیلی راحت‌تر میپذیرن. اینها هیچ گونه سدی ندارن، یه چیز مقاوم ندارن. ما که بزرگ میشیم منطق، برهان یا حالا یه سیستم دفاعی بالا میکشیم و از اون دریچه نگاه میکنیم به مسائل. بچه ها این رو ندارن، برای اینه که میگه که ملکوت خدا از آن اینهاست. چطور؟ وقتی که میگه که مثل اینها شما هم مثل اینا، ما رو تشویق میکنه که ما هم کودکوار، بچه‌وار در اطاعت، در پیروی از خدا این شکلی زندگی بکنیم. چون حقیقتا بچه ها خیلی راحت بدون فیلتر، شما ببینید بچه ها همون پدر مادران بدون کنترل، ما یاد گرفتیم صورتمون رو، زبانمون رو، حرکت بدن رو کنترل بکنیم. بچه ها این رو ندارن، صاف و ساده و رک هرچی هست میریزن بیرون. بعد پدر مادره که باید جمع بکنه، گاهی وقتا هم یه خورده لو میدن روی این حسابه. میگه که مثل بچه ها ایمانی کودکوار داشته باشید تا وارث ملکوت بشید. بله خیلی ممنون، مرسی خواهر لویزا عزیز از توضیحاتی که دادید. اگه اجازه بدید بریم یک ساعت کوتاه داشته باشیم، موزیکی بشنویم. اما عزیزان همچنان فرصت باقی است، اگر شما هم سوالی دارید، نظری دارید، صحبتی دارید، حتما برای ما بفرستید. بعد از استراحت کوتاه برمیگردیم و در ادامه برنامه با شما خواهیم بود. آزادی از تخت تو جاری، ای سر هستی ای که خدایی، آشکار کن جلالت چون آیم به سویت، ای که پر از هیبت پر شکوهی. شفا و آزادی از تخت تو جاری، بهرم تو منجی و هم پناهی. این فکر خسته را، قلب شکسته را، التیام ببخش با لمس الهی. پدر آزادم نما از هر لعنت و گناه، پدر تسلیم توام، بیا تبدیل کن مرا.
پدر تسلیم تو بیا تبدیل کن منو. شفا و آزادی از تخت تو جاری، ببار همچون باران بهاری، بریز بر وجودم پرساز جان و روحم، ای روح القدس روح سماوی. شفا و آزادی از تخت تو جاری، تنها توی توفیق رهایی، از فر حضورت با قدرت روحت پاره شود زنجیر بردگی. پدر آزادم نما از هر لعنت و گناه، پدر تسلیم تو هم بیا تبدیل کن منو. پدر آزادم نما از هر لعنت و گناه، پدر تسلیم تو هم بیا تبدیل کن منو. شفا و آزادی آمین. بسیار موزیک زیبایی بود. امیدوارم که شما عزیزان هم برکت گرفته باشید. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه علامت سوال و سوالات و نظرات شما عزیزان. همچنان فرصت باقی است. اگر سوالی دارید، نظری دارید، صحبتی دارید، شهادتی دارید، حتما با ما در میون بگذارید عزیزان از طریق راه‌های ارتباطی با برنامه، و همچنین درخواست‌های دعاتون رو بفرستید تا در آخر برنامه برای یکایک شما عزیزان و برای دعاهایی که درخواست کردید متحداً در دعا باشیم عزیزان. معصومه عزیز سلام و تشکرشون رو برای ما فرستادن. خیلی ممنون معصومه جان، مرسی از اینکه بیننده برنامه هستید و برکت خدا با شما باشه. و باران عزیز هم از ایران گفتن که میخواستم یک تشکر ویژه از خواهر لوئیس بکنم. در چند برنامه قبلی در مورد شکرگزاری من به هیچ وجه قادر به این کار نبودم و ایشون برام دعا کردن و حالا به طرز عجیبی از راه یکی از انجمنهای 12 قدم من قادر به این کار شدم و روزانه باید لیستی از شکرگزاری هام رو برای اونها بفرستم و خلاصه خیلی دید و نگاه هم تغییر کرده. خدا رو شکر باران جان، خوشحال هستیم که این موفقیت برای شما بوده و میتونید به راحتی شکرگزاری کنید. خواهر لوئیس عزیز در رابطه با صحبت باران صحبتی دارید؟ زیباترین بهترین خبری که امروز میتونستم بشنوم همچین چیزی بود. واقعا باران جان شما وجود منو از شادی پر کردید با این خبری که دادید. خدا رو شکر میکنم، واقعا خوشحالم براتون. این یک قدم بزرگ پیروزیه و امروز در مورد اسلحه روحانی صحبت کردیم. بذارید اینو بگم، این یه مشت محکم به دهن شریره. بله همینطور هست. خیلی ممنون، مرسی که شما عزیزان شهادت‌های زندگیتون رو با ما در میون میگذارید و حتی زمانهایی که به هر حال هر کدوم از این برنامه‌ها رو می‌بینید و برکت می‌گیرید و یا چیزی رو یاد می‌گیرید، خیلی خوشحال میشیم که با ما در میون میگذارید، چون به ما هم انرژی مضاعف میده و همونطور که خواهر لوئیس گفتن واقعا خوشحال میشیم و برکت می‌گیریم و میدونیم که به هر حال خداوند داره کار میکنه. زهرای عزیز گفتن که چرا در اعمال 5 حکم درباره هنانیا در
حنانیا در مورد دروغ گفتن آنچنان سخت بود که مرگ رو اون هم برای هر دوشان اجرا شد که جای هیچ توبه ای رو باز نگذاشت. جرئت نمی کنم بگم که آیا این افراط در حکم نیست، چون مقام رسولان بسیار بلند مرتبه بود. بله، نکته جالبی رو اشاره کردن ایشون. زهرا جان باید بگم که اگه دقت بکنید شروع ببخشید قبل از اینکه جواب زهرای عزیز رو بدید، میخواین یه مختصر در رابطه با داستان و اتفاقی که افتاده بگید که عزیزان بیننده هم بدونن در واقع داریم راجع به چی صحبت میکنیم. ممنون میشم. اتفاقا گفتم اگر که میدونی در مورد تشکیل کلیساست. بله. در بابهای اوایل کتاب اعمال رسولان ما در مورد تشکیل کلیسا داریم میبینیم. کلیسا بدن مسیحه. اینجا در باب 4 آیه بسیار معروفیه که اصلا چیز دنیای سوسیالیستی کمونیستی از این آیه برداشته شده که اونجا میگه که شاگردان مردم همه چی رو میفروختن میآوردن پای رسولان مینداختن و هیچ کس مال خودش نمیدید و همه در اموال و در خورد و خوراک و در همه چی با هم دیگه شریک بودن. که این یک چیزی شد برای نیچه، اگر حالا کاری نداریم به مسئله سیاست و اینا، یه الهامی شد این قضیه که یه همچین دنیایی میتونه وجود داشته باشه منتها بدون خدا. حالا کاری نداریم به این مسئله، ولی میخوام این رو بگم. در شروع تشکیل کلیساست، بنیاد کلیسا، شما فرض بر این بگیرید ببینید در اینجا این زن و شوهر چیز خودشونو فروختن، زمین خودشونو، قطعه چیز ملک خودشونو فروختن، قسمتی از این پول را آوردن دادن که خب اختیارشو داشتن، مسئله نبود. حرفی هم که پتروس به اینا گفتش که شما اختیار مال خودتون داشتید، میتونستید بگید میتونستید نگید. ولی اینجا یک چیزی هست، ببینید پتروس برگشت بهش گفت که شما به انسان دروغ نگفتید، به روح القدس دروغ گفتید. دروغ به روح القدس رو ما نمیتونیم دست کم بگیریم عزیزان. درسته اینا چیزو فروختن، خواستن بیان بذارن این پول رو تقدیم بکنن به اینا، به قول خودشون یه قسمتی رو برای خودشون، هیچ ایرادی توی کارشون نیست. ولی وقتی که از اینها پتروس پرسید، ببینید ما آزمایش ایمان همیشه هست، اگر حواسمون نباشه میافتیم. و اینجا این زن و شوهر افتادن با این دروغ. پتروس از اینا پرسید آیا همه مبلغ همینه؟ شوهر اول اومد گفت، حنانیا گواره همینه، فروختیم و در آنن مرد، آنن روح خدا زد. عزیزان ما حضور خدا رو دست کم میگیریم، فکر میکنیم که خیلی راحت میتونیم به روح القدس و به خدا و به زمین و زمان دروغ بگیم و بدون اینکه چی میگن عواقب اون رو روبرو نشیم باش. اولا شروع کلیساست. اگر بنیاد کلیسا بر دروغ گذاشته میشد و اونم دروغ به روح القدس، این چیز کمی نبود. اینه که باید با این مسئله به این شکل برخورد میشد. هر چقدر سخت به نظر میاد زهرا جان، به جای یعنی شما میگید که یه خورده خشنه، یه خورده چیزه، شما ببینید زمانی که تابوت عهد رو داشتن قوم روی گاو گذاشته بودن صندوق عهد رو، فلسطینیا بعدن قرار بود ببرن به شیلو، در حین راه گاو پاش میلغزه، کاهن میاد، عزرا میاد دست خودش رو میگیره، به خیال خودش این تابوت عهد رو بخواد جلوشو بگیره که از افتادن نیفته. همونجا روح خدا مستقیم زد. یه سری چیزاست که در حضور خدا، روح القدس خداست، پدر پسر روح القدس، قدوسیت خدا هر ناراستی رو میزنه. اصلا به شکل طبیعی خدا عکس العمل نشون میده، نه اینکه بخواد بشینه فکر بکنه، نه اینکه اون لحظه بگه که اینو الان به من دروغ گفت پس همین الان بزن. به شکل اتوماتیک قدوسیت خدا میزنه و اینها به روح القدس که خدا باشه دروغ گفتن. و پتروس شما بخونید چیز باب 5 رو دقیق، جوابی که پتروس میده و اینها رسولان در اوج ازدیاد کلیسا، رشد کلیسا، نباید هیچ دروغی در این بنیاد گذاشته میشد، از جمله همچین چیزی. بعد میبینیم زنش میاد، اینها با همدیگه متفق القول شده بودن،
یه چیزی نبود اتفاقی باشه. اینها با نقشه قبلی این دروغ رو گفتن. چیزی نبود همینجوری گفته باشن. شوهر جدا میاد اینو میگه و روح خدا میزنه، زنش میاد باز همون اتفاق میفته. اینها متفق شدن به روح القدس دروغ بگن. و یه چیزی به شما بگم، با قدوسیت خدا به این آسونی نمیشه بازی کرد. چیزی نبود که جای توبه داشته باشه. یعنی جای توبه نداشت؟ نه، متاسفم. خیلی خطرناکه خواهد ببینید ما واقعا میگم، باز تکرار میکنم، ما واقعا خیلی دست کم میگیریم مسئله قدوسیت خدا رو. ما جدی نیستیم. ما فکر میکنیم چون زیر فیضیم حالا مسئله اینی میرم گناهمو میکنم و میام توبه میکنم. کلام خدا پولس رسول میگه ما با این کار مسیح رو دوباره مصلوب میکنیم و بار این قضیه رو حس بکنیم. ما دوباره او رو مصلوب میکنیم. این چیز بزرگیه. همچین گناه به روح القدس خود چیزم میگه که آمرزیده نمیشه. بله، کفر به روح القدس، دقیقا همینطور. مرسی، ممنون خواهر لوئیس جان از توضیحاتی که دادید. فرشته عزیز هم ضمن عرض سلام گفتن که در کلام عیسی مسیح بعد از قیامش 40 روز بر شاگردانش ظاهر میشه و موعظه ملکوت خداوند رو کرد. منظور از ملکوت خداوند یعنی چی؟ راستش این به قلب من اومد که ملکوت خداوند یعنی حاکمیت خداوند طبق کلام و اطاعت از روح القدس. برام این سوال پیش اومده که چرا یک سری در کلیساها میگن که ملکوت خداوند رو اعلام کنن؟ یعنی وظیفه ما ایمانداران در این باره چی هست؟ بله، البته قسمتی از سوال ایشون درسته. حکمیت خداست، این یک اصله. ببینید ملکوت به معنی پادشاهیه فرشته جان، به معنی سلطان، سلطنت کردن. و این سلطنت در یکی از معانی چیزم ملک بزرگه، یک قلمرو بزرگ، سرزمین بزرگ. به عالم فرشتگان هم میگن، به ملائک در واقع. این کلمه ملکوت خدا، ملکوت آسمان 126 بار در اناجیل ازش اسم برده شده و 34 بارم در بقیه کتب عهد جدید، رسالاتی که پولس و بقیه ها نوشتن. پس این در رسالات چی میگن در عهد جدید اگه اشتباه نکنم یه چیزی حدود 160 بار جمعاً این کلمه به کار برده شده. ملکوت به ملک نیازه. خب بدون ملک ملکوتی نیست. خب در واقع مالک، اون مالکیت متعلق به پادشاه. بیشترین معنی که ما میتونیم ازش در عهد جدید ازش بیرون بکشیم حکومت و سلطنت خداست که در واقع منظور فقط قلمرو و مردم نیستن. خب ملکوت قلمرو رو به وجود میاره، پادشاهی مردم رو شامل میشه. این اما ملکوت خدا مترادف با قلمرو و مردم نیست. ملکوت خدا اون صلیب و قیامت عیسی رو به قوت آشکار میکنه. ملکوت خدا از دید کتاب مقدس اینه: سلطنت عیسی، سلطنت خدا بر زمین، اون برکاتی رو هم که این سلطنت با خودش میاره و شهروندان این ملکوت که به اصطلاح ایمانداران پیروان عیسی مسیح هستن، فرزندان خدا، اینها یه سری مزایا دارن که وقتی در این ملکوت هستن از اون مزایا به عنوان شهروند بهره مند میشن. و دیگه این که به اصطلاح کلیسا، اون سلطنت، حکمیت، به اصطلاح خداوندی که خدا بر به اصطلاح کلیسا و بر زمین و اینا داره. وقتی یحیای تعمیدنده خدمت خودش رو شروع کرد به مردم میگفت توبه بکنید برای اینکه ملکوت خدا نزدیکه. ما اینو تو متی باب 3 میخونیم. عیسی نه تنها گفت که توبه بکنید ملکوت خدا نزدیکه، تو دعایی که در باب 6 متی یاد میده این کلمه رو، این جمله رو استفاده میکنه، میگه ملکوت تو بیاید چنان که در آسمان به اصطلاح بر زمین ملکوت تو بیاید، اراده تو کرده شود. ببینید ملکوت آسمان در متی اشاره شده بهش.
اونم صرفا به خاطر اینکه متی به یهودیان این رو نوشته و به پادشاهی ابدی به اصطلاح اشاره میکنه. معنی همون معنی ملکوت آسمان و ملکوت خدا یکی هستن، منتها چون یهودیان نسبت به ذکر اسم خدا این مقدار با احترام و چیز برخورد میکردن، این به این شکل به اسم ملکوت آسمان ازش استفاده میکنه. فرقی بین ملکوت خدا و ملکوت آسمان تو اون معنای حقیقیش نیست، فقط اینه که ما تحت حکومت خداوند قرار میگیریم و وقتی تحت حکومت خدا قرار میگیریم در واقع اختیار زندگی ما در دستهای او هست. یعنی این ملکوت خدا اون قوانین و احکام زمینی رو نداره و در رومیان ما باب 14 این رو میخونیم، میگه که و ملکوت خدا عدالت، خوشی و سلامتی در روح القدس هستش. این رو اسم میبره. پس آنچه که پولس اشاره میکنه از یک پادشاهی داره صحبت میکنه که رهایی و کفاره و نجات و اینها شاملش هست و چیز نجات رو برای شهرونداش فراهم میکنه و به عنوان خبر خوش ازش نام برده شده، به عنوان انجیل، خبر سلامتی در واقع، که این پادشاهی در قلب مردمه، در قلوب انسان هاست، در قلب مردمه و در پادشاهی که در روابط مردم باشه با هم دیگه. چطور؟ از طریق پیروزی بر گناه، بر شیطان، که این پادشاه بر شیطان پیروز شد، نجات رو برای ما آورد، فدیه رو آورد و این ملکوت قوانین خدا رو برای انسان ها ایجاد میکنه، چون که این شهروندهای خودش رو جمع میکنه، یه سیستم حکومتی جدیدی بر زمین و آسمان جاری میکنه که از این دنیا نیست. در واقع خیلی ممنون، مرسی خواهر لویز جان از توضیحاتتون. اما تلفن داریم، آقای خسرو بر روی خط هستن. سلام بر شما خسرو جان و عذرخواهی میکنم اگر مجبور شدین یه مقدار صبر کنیم. سلام، درود بر شما عزیزان. در مورد سوالی که شده بود چرا خداوند انتونیا و سفر خسرو جان میتونم از شما بخوام یه مقدار بلندتر صحبت کنیم؟ ممنون میشم. بله ببخشید. در رابطه با سوالی که شده بود چرا خداوند حنانیا و صفوره رو به خاطر دروغشون زد، البته خواهر لوئیس توضیحات خیلی مبسوطی در این رابطه دادند. منم یه نکته به نظر اومد که اینو خدمتتون بگم. هر جا که جلال خدای قدوس باشه، هر جا که حضور خدا باشه، داوریش هم با اون هست. و اونجا میبینیم حضور خدا رو چقدر به قوت. حتی پتروس زمانی که راه میرفت میومدن اون معلول ها رو در کنار اون جایی که میرفت میذاشتن تا اگه حتی سایه پتروس بر اونها بیفته اونها شفا بیابند. بله، جلال خدا بود، حضور خدا بود. هر جام که حضور و جلال خدای قدوس باشه، داوریش هم باشه. خدا برکتتون بده. خیلی ممنون، مرسی خسرو عزیز از اینکه شما هم توضیحاتی دادید و برکت خدا هم با شما باشه. خواهر لویز جان در رابطه با صحبت‌های آقای خسرو شما هم نظری دارید؟ کامل گفتن. بله، داوری خدا هست. یعنی اینجا جلوتر ما میبینیم قدوسیت خداست میزنه. حضور خدا مقدسه. بله. حضور خدا بی اندازه حساسه. حتی کاهن رو زد. عزا کاهن بود. بله. لاویان و کاهنان باید تابوت رو بر میداشتن. ما میبینیم سریع میزنه. قدوسیت خدا خیلی سریع اتوماتیک عمل میکنه. برای داوری باید داوری بشه. میدونید اتوماتیک داوری نیست. برای داوری مراحلی هست. خسرو جان میدونن برای دادگاه یک کیس در واقع باید ارائه بشه. کیس باید وکیل باشه. باید چیزی باشه. داوری برای خودش مراحلی داره. اینجا ذات قدوس خدا، اون ذات الهی، چون بهش دروغ گفته شد سریع زد. بله، خیلی ممنون، مرسی. یک استراحت کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم در ادامه سوالات با شما خواهیم.
بله دوستان عزیز، در بخش پایانی برنامه علامت سوال هستیم. اگرچه همچنان فرصت باقی است، اگر سوالی دارید، صحبتی دارید و یا اینکه درخواست دعا دارید، حتما برای ما بفرستید و برای شما از آن در دعا خواهیم بود. اقبال عزیز سوالی پرسیده. خواهر لویز جان گفتن که انسان وقتی میمیره در جهان دیگه آیا دوستان و اقوام و خانواده خودش رو میبینه و میشناسه؟ بذارید یک مثال رو برای شما بیارم در متی 17 در مورد تبدیل هیئت عیسی رو کوه، بالای کوه. 3 شاگرد با عیسی بودن، پتروس، یعقوب، یوحنا. و اونجا میبینیم موسی به نمایندگی از شریعت و ایلیا به نمایندگی از انبیا اونجا ظاهر میشن. پتروس و بقیه شاگردا میبینیم میشناسن اینها رو، قیافه شناخته شده هست، اینها بعد از مرگ جسمانیشونه. خب و در این مورد اغلب در کتاب مقدس وقتی یک کسی میمیره، اگه دقت کنید برمیگرد کتاب مقدس اینجور میگه که به اجداد خود پیوست، یا به قوم خیش پیوست، یا به پدران خود، یا به طایفه خود پیوست. ببینید در مورد خدا وقتی میگه خدای زندگان، در مورد ابراهیم، اسحاق، یعقوب صحبت میکنه، اینها رو به هویت خدا میشناسه و اینها همه مردن بعد اینکه، یعنی از نظر جسمانی مردن، در به اصطلاح ابدیت زنده هستن. هویت یه چیز ابدیه به نظر من و هویتی که خدا میده فقط برای ایامی که رو زمین هستیم نیست. ما میبینیم که عیسی بعد از قیامش 8 بار، لااقل 8 باری که در کتاب مقدس نوشته شده، دیده شده و شناخته شده است. اون هویتی که خدا میده همونطور که گفتم هویت ابدیه. و در مکاشفه 21 ما در مورد آسمان زمین و زمین جدید، اورشلیم جدید، بعد در بابهای 5 تا 7 در مورد اون بزم نکاح بره صحبت میکنه و بعد میگه کرورها خلق اسم میبره اونجا، میگه از هر نژاد، از هر زبان، از هر سن و پیر و جوان و فلان. اینا رو چطوری شناختن؟ پس قابل شناسایی بوده که اینجا داره وقتی اسم میبره انواع نژادها، انواع نمیدونم زبانها، انواع رنگها، انواع سن و سال و جنسیت، زن، مرد، بچه، هر کسی، وقتی اینجوری اسم میبره پس قابل شناسایی هست. اونایی که در واقع در وقتی که در مورد قوم خدا در همین مکاشفه 21 صحبت میکنه، میگه که آنانی که متعلق به مسیح هستن، این قوم خدا رو متعلق به مسیح هستن. ما میبینیم در واقع آنانی که در طول عمر خودشون وفادار و در اطاعت مسیح زندگی میکنن، ما میبینیم در بازگشت دوم با مسیح برمیگردن. ما ببین خدایی داریم که بی‌نظیره و تکه، همه چیز رو هم تک آفریده. خدا یه چیز یونیفرمی درست نمیکنه. همه ما در جای خودمون، هویتی که داریم مال خودمونه، شناخته شده هستیم. به خصوص خدا ما رو میشناسه. در کلام خدا میگه ما فرزندان او در قصرهای او معروفن، شناخته شده هستن. اینه که بله، من باور من بر اینه که اقبال جان بعد از بله ما هم دیگر رو شناسایی خواهیم کرد. چقدر خوب، اینجای امیدواری هست. مرسی خاله جان، ممنون، مرسی. مهین عزیزم گفتن که من تنها ایمانداری هستم که در یک شهرک زندگی می کنم و هیچ کسی رو سراغ ندارم اینجا، که اینجا سراغ ندارم و تکلیف عبادت کردن و پرستش من چگونه باید باشه و اینکه در ضمن 10-1 رو چگونه باید و به چه کسی باید پرداخت کنم. من این عزیز یه خبر دارم براتون. ایلیا هم فکر میکرد که فقط خودش مونده و زمانی که ایزابل دنبالش بود، فرار کرده بود و کنار چشم آرزوی مرگ میکرد
و برگشتم با کلی پوز و اینا وقتی که روح خدا به اصطلاح در اون زمزمه کوچیک به هر حال داستان رو خودتون در کتاب فکر اول پادشاهان باشه بخونید متوجه میشید. اینجا میبینیم اونجا که تازه با کلی چیز میگه خدای انبیای تو رو کشتن و تو اینا فقط من موندم. خدا برگشت گفت ببین من توی همین چیز 7000 بیش از 7000 انبیا دارم که به چیز بت بل هنوز بوسه نزدن. میخوام به شما بگم شما فکر میکنید که تنها کسی هستید که در این شهر. دعا کنید، مطمئن باشید خداوند شما رو هدایت میکنه و به احتمال خیلی زیاد حتما کسی هست در اونجا. اگه هم نه میتونید تو اینترنت بگردید پیدا بکنید. اگه هیچ کدوم اینها نشد شبکه‌های مسیحی ماهواره به اصطلاح شبکه‌های ماهواره‌ای شاید در این باره بتونن کمکتون بکنن، آشنا کنن شما رو با افراد دیگه. در مورد 10 و اینا هم که گفتید حقیقتشو بخواید اگه جایی پیدا نکردید بدید، به نظر من بدید به فقرا، به نیازمندان. این به خانه خدا در واقع باید داده بشه 10 درست. اگر نیست 10 رو بدید به فقرا، به نیازمندان. ولی در مورد مشارکت و دنبال دوست گشتن اینها اگر کسی چی میگن نشد با ماهواره ها با این چی میگن همین 107 یا با شبکه های دیگه تماس بگیرید. مطمئن هستم اینها افرادی رو دارن دوره بر شما. بله، من در این وقت باقی موندم که چه سوالی رو بپرسم که خیلی وقت نخواد ببره. خیلی سریع من سوال دوستمون رو میپرسم. مریم عزیز که گفتن که در کتاب آفرینش نوشته شده که خداوند اول زمین و آسمان و در 7 شبانه روز آفرید و آدم و حوا اولین انسان‌هایی بودن که خداوند آفریده. سوال من اینه که پس انسان‌های آدم نما چطور وجود داشتن؟ چرا تاریخ نسل آنها قبل از آفرینش انسان برمیگرده و آنها رو نیمی از انسان کمی از نیمه حیوان فرض میکنن؟ ببخشید اسم ایشون مریم جا من تا حالا حقیقتش بخواید به همچین چیزی برخورد نکردم که انسان نما و آدم نما، انسان نما نیمه حیوان. حقیقتش من نمیدونم در این مورد چی بگم. من در این مورد توضیحی ندارم برای اینکه اولا سوال برای من واضح نیست، مشخص نیست و اگه همچین چیزی وجود داشته باشه متاسفانه من در این مورد اطلاعاتی ندارم، مطالعه‌ای ندارم، نمیدونم چی بگم در این مورد. ولی اصل کتاب مقدس رو میدونم، اینو میدونم که خدا آدم و حوا رو آفرید، به شکل خودش آفرید، درست آفرید و انسان آفرید. آدم نما نیافرید، آدم واقعی آفرید خداوند. اینو لااقل به جرئت میتونم بگم با سندیتی که کتاب مقدس ارائه میده در این مورد. اینکه متاسفانه همینقدر میتونم بگم. من فکر میکنم بیشتر منظور مریم عزیز این هست که همون به هر حال انسان هایی که پیدا شدن و به هر حال مشخص شدن که خیلی شبیه انسان امروزی هستن، ولی خب اونها هم به هر حال انسان بودن، همونطور که در کتاب مقدس میبینیم که انسان ها در گذشته حتی طول عمر بیشتری داشتن. خیلی ممنون از تک تک شما عزیزان که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. اما وقت دعا هست، با هم بریم دعای ربانی رو بشنویم، برمیگردیم و به درخواست های شما عزیزان خواهیم رسید. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شریر رهایمان ده
زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. عزیزان با ما متحد باشید و برای درخواست‌های قلبی دوستانمون در دعا باشیم. ربکای عزیز خواستن که براشون دعا کنیم که در رشد و ایمانشون در ایمانشون رشد کنن و اینکه ایمانشون اونقدر قوی بشه که دیگر برای هیچ چیز نگران نباشن و در هر شرایطی در شادی و رابطه دو طرفه با خداوند باشن. دعا همچنین برای سلامتی میثم. شاهین عزیز خواستن برای خودشون، پسرشون پیام واسه بیماریش که MS داره و برای شوهرشون دعا کنیم برای اقامتشون که در ترکیه هستن درست بشه. همچنین آنایید عزیز خواستن که براشون در دعا باشیم چون در شرف ازدواج هستن تا ازدواجشون در اراده خداوند به انجام برسه. باران عزیز برای بیماری سرطانشون که متاسفانه مجدداً عود کرده خواستن دعا بشه. همچنین زهره عزیز خواستن که برای قبولی پناهندگیشون و پسرشون رایان دعا بشه. دعا برای سلامتی و اقامت نسرین و همچنین مهدی عزیز خواستن که برای شفای از بیماری کرونا که طولانی شده براشون در دعا باشیم. خواهر لوئیس جان اگر برای این عزیزان در 1 دقیقه دعا کنین خیلی ممنون میشم. حتما. حقیقتا خداوندا این لیستی که امروز اعلان شد، اسامی که برای رشد ایمان، شادی خداوند، سلامتی، شفا از سرطان، از MS، از کرونای طولانی، برای پناهندگیشون، برای ازدواجشون، خداوندا دونه دونه این اسامی رو حقیقتا دعا میکنم با کلامت شستشو بده به نام عیسی مسیح. دعا میکنم حقیقتا خداوند سایه بالهای تو رو زندگی تک تک این افرادی که اسمشون خونده شد بیفته. حقیقتا ایمان دارم ای خداوند آنکه میاد زیر پوشش سایه بالهای تو در امنیت و در آرامی ساکنه ای خداوند. امنیت و آرامی تو را، شفای تو را، برکت تو را، گشایش تو را برای تک تک این عزیزان میفرستم به نام عیسی مسیح و اعلام میکنیم خداوند تو کماکان خداوند هستی و کماکان به زخم‌های تو ما شفا یافته ایم. بنابراین آن شفایی رو که خداوند در نتیجه کار تو بر صلیب برای ما اعلان شد بر روی این لیست اعلام میکنم برای تک تک این عزیزان، به خصوص برای باران عزیز، برای میثم عزیز، در نام عیسی مسیح زنده دعا میکنم. برای عزیزی که برای کرونا هست، شفای تو خداوند از سر تا به پا مثل آبهای زورآور یک آبشار ای خداوند این بیماری ها رو شستشو بده و بیرون بندازه به نام عیسی مسیح زنده این دعا رو میکنم. حقیقتا در مرکز احتیاجات این عزیزان ایشون رو ملاقات بکن به نام عیسی مسیح زنده دعا میکنم. آمین. خیلی ممنون. مرسی خواهر لوئیس جان، مرسی از حضورتون در برنامه و به امید خدا که در برنامه‌های آینده باز هم در خدمت شما باشیم و خیلی ممنون از شما عزیزان که با ما همراه بودید. تکرار برنامه امروز رو هم میتونید روز پنجشنبه ساعت 3 بامداد و شنبه 10 صبح به وقت ایران تماشا کنید. تا هفته آینده خدا نگهدار شما عزیزان باشه. خدا